خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود دوستای عزیز، امیدوارم که جور و صحتمند سرحال باشید. دوستای عزیز که قسمی که میبینین برنامه از ما امشب در منزل آقای محسن رضایی برگزار شده، یعنی جلسه ما جلسه لیست کمک کنندگان خیرین عزیز که کمک کرده در بند اتحاد جاغوری. میخوایم لیست امشب بخوانیم، دیگه جزئیات برنامه را ما میشنویم از آقای رحیمی عزیز. خب نوبت در مایه؟ آره دیگه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه برادران، بزرگان، کوچیک و بزرگ، برادران عزیز مقیم ایران و مقیم خارج و برادرانی که در وطن تشریف دارن اونجا هستن. سلام گرم خود را تقدیم کنیم خدمت همه برادران. امیدواریم که انشالله صحتمند جور و تیار صحتمند باشین و از خدمت جناب علی که بنابر تصمیمات باقی برادرها که وظیفه به ما موکول کردن، از خدمت جناب علی ما یک سری گزارشی که تهیه کردیم خدمت برادرها ارائه میدیم و در پایان التماس دعا دارم. حرفای ناگفته زیاده از خدمت جناب علی، ولی خب وقت زیقه، وقت تنگه. از خدمت جناب علی که مزاحم برادرها خانواده آقای رضایی زیاد نشنیم و باقی برادرام کم بیش چیز دارن، کار دارن و ما به اسرع وقت خلاصنم و این لیست را خدمت همه برادرها، اونایی که میبینن، اونایی که میشنون تقدیم منم. عرض خدمت برادران عزیز مقیم ایران و وطن، اونایی که در وطن تشریف دارن، عرض خدمتشون که شان که صورت جلسه 22/9/1403 برادرانی پایجولگه لومان مقیم ایران. شرح حال: تشکیل شورا عبارت از 8 نفر که از 8 عاقل در منطقه پایجولگه لومان انتخاب گردید. نفر اول آقای دانش رضوانی از عاقل دی پایجولگه لومان. نفر دوم آقای ظریف احسانی از عاقل تبرغانتو پایجولگه لومان. نفر سوم آقای اشرف ابراهیمی از نواباد تبرغانتو پایجولگه لومان. نفر چهارم آقای عبدالهادی احمدی از شونده نواباد گرد منبر پایجولگه لومان. نفر پنجم آقای عطاالله رضایی از سرغوندی پایجولگه لومان. نفر ششم آقای حیات الله احمدی از گیروی سنجوی پایجولگه لومان. نفر هفتم آقای محمد علم سروش از اندر پایجولگه لومان. نفر هشتم آقای جواد دوستی از عاقل دلخک پایجولگه لومان. خب این 8 نفر به عنوان عضو شورا در تصمیم گیری آینده انشالله و در تصمیماتی که باید بگیرن اینا شرکت منن، تشریف میرن شرکت منن و بنابر دستوری این 8 نفر و باقی برادرانی که در جلسه صحبت شد و تو جلسات مکرر صحبت شد و گفتمان شد، به نتیجه رسیدیم که این 8 نفر از 8 عاقل به عنوان شورا نمایندگی کنه، عضو شورا نماینده عراقی، و 2 نفر به عنوان امور مالی انتخاب شد به دستوری و پیشنهاد و دستوری آقایون بزرگواران که عبارت است امور مالی آقای ظریف احسانی و نادر رحیمی. خب جا دارد که تشکر کنم از تک تک از برادران که ما را یاری گفتن و یکی دوتایشون هم تو جلسه تشریف نداشتن، تلفنی کسب اجازه کردیم باشون صحبت شده و اونام پذیرفتن
که انشالله در آینده انجام وظیفه کنن و این برنامه را انشالله چیز کنن، هم یاری کنن و هم ادامه بدن. خب اینالی اگر سوال دیگه هست آقای که امانی علیزاده، ما در خدمت. سوال که خاص نبوده که ما در برنامه گفتم که امروز که برنامه گرفتیم، برنامه مو یکی مثلا قراره که یک لیستی که خیرین که کمک داد مدت یک هفته که جلسه قبلی که اعلان کردیم، خب که امون لیست خوانده شونه که جمع‌آوری مو که مثلا در طول یک هفته چی قسم بوده این میره مو امروز حواله کردیم، اون مو را میخوایم تو بخش امضای مردم بخونیم. بسیار عالی، بسیار عالی، بسیار عالی. اینم جا داره که یادآوری کنیم و تشکرم کنیم از اون برادرایی که واقعا یاری کردن ما را و کمک خرم به عرصه وقت. اولا که جای شکره که این تصمیم گرفته شد، جای شکره که این برنامه ریزی شد. خب زحمات خاص خود دارن، تلاش خواست آقای علیزاده، امانی علیزاده، واقعا دستش در نکنه، آقای احسانی، ظریف احسانی، آقای عزیزی بوله، آقای علیزاده، استاد علی علیزاده، خب دست همه در نکنه، تک تک برادرهای محسن رضایی، همه برادرها، اونایی که ما رو یاری گفتن، یاری کردن و زحمت کشیدن در این عرصه، دستشون در نکنه. خب ببین، و اون برادرایی که الان لیست رو اینجی نوشته کردیم و لیست رو میخوانیم در حضور رسانه و حضور برادران، از اونام واقعا تشکر نیم، دست همه درد نکنه، تشکر، خدا برکت بده به کار و زندگیشون انشالله. و ما اینو من باب یادآوری این لیست رو هم خدمتشون میخوانم. اولین شخص زیای احسانی 5 میلیون تومان کمک کرده، دستش درد نکنه. ساحل احسانی 5 میلیون تومان کمک کرده، خدا خیر بده، خدا برکت بده به کاسبی و زندگیشی. عزیز الله علیزاده مستعار بن بوله، عزیز بوله 10 میلیون تومان کمک کرده، دستش درد نکنه. رازق صداقت 3 میلیون تومان کمک کرده، دستش درد نکنه. حسین علی بوله 2 میلیون تومان کمک کرده، دستش درد نکنه. امانی علیزاده 2 میلیون تومان کمک کرده، دستش درد نکنه. خانوم امانی علیزاده 1 میلیون تومان کمک کرده، دستش درد نکنه. عبدالرحیم یاوری 1 میلیون تومان کمک کرده، دستش درد نکنه. جواد یاوری 2 میلیون تومان کمک کرده، دستش درد نکنه. هادی احمدی 2 میلیون تومان کمک کرده، دستش درد نکنه. سخی احمدی 2 میلیون تومان کمک کرده. رضا موسوی 5 میلیون تومان کمک کرده، دستش درد نکنه. زکی احمدی 500 تومان کمک کرده. آقای ظریف احسانی 8 میلیون تومان کمک کرده، دستش درد نکنه. هادی رسولی 5 میلیون تومان کمک کرده، دستش درد نکنه. جا دارد واقعا از تک تک از این برادرها تشکر کنیم. محسن رضایی 10 میلیون تومان کمک کرده، دستش درد نکنه. صادق غلامی 7 میلیون تومان کمک کرده، دستش درد نکنه. مهدی رضایی 2 میلیون تومان کمک کرده، دستش درد نکنه. حبیب علیزاده 3 میلیون تومان کمک کرده، دستش درد نکنه. زمان احمدی از برادران سنجوی لومان، جا داره که در حضور دوربین شاید هم ببینه یا بشنوه. آره، این تشکر ویژه کنیم از این برادرها که ما را در این عرصه یاری کردن، واقعا تشکر میکنیم. زمان احمدی برادران سنجوی لومان 5 میلیون تومان کمک کرده، دستش درد نکنه. خب اشرف ابراهیمی 4 میلیون تومان کمک کرده، دستش درد نکنه. احمد ابراهیمی 1 میلیون تومان کمک کرده، دستش درد نکنه. مرتضی ابراهیمی 1 میلیون تومان کمک کرده. مهدی ابراهیمی 1 میلیون تومان کمک کرده، دستش درد نکنه. رمضان احمدی 5 میلیون تومان کمک کرده، دستش درد نکنه. محمد علی احمدی 1 میلیون تومان کمک کرده. حسین علی احمدی 1 میلیون تومان کمک کرده. زین الله حسنی 1 میلیون تومان کمک کرده. رحمت الله حسنی 1 میلیون تومان کمک کرده. عبدالله سفری 4 میلیون تومان کمک کرده، دستش درد نکنه.
مرتضی سفری 1 میلیون تومان کمک کرده. رضایی سفری 3 میلیون تومان کمک کرده، دستش درد نکنه. علی رضا سفری 1,500,000 تومان کمک کرده، دستش درد نکنه. میر حسین اکبری 1 میلیون تومان کمک کرده، دستش درد نکنه. محمد رضا حسنی 2 میلیون تومان کمک کرده، دستش درد نکنه. مجتبی حسنی 2,500,000 تومان کمک کرده، دستش درد نکنه. خب دوران حسنی 2,500,000 تومان کمک کرده، دستش درد نکنه. بسم الله عباسی از برادران شاخوجه 1 میلیون تومان کمک کرده، بازم دستش درد نکنه. ای برادرایی که موره در این عرصه یاری کردن، واقعا خدا برکت بده انشالله به مال زندگیشون. خب جمع این لیستی که الان خدمت دوستا خواندم 115 میلیون تومان ایرانی جمع شده که معادل شده، یعنی تبدیل شده به پول افغانی مبلغی 1,05,000 افغانی موجود شده به صرفی که همین روزا بوده. خب از تک تک این برادرها، خب شاید وقت زیق بود کم تشکر کنم، جا داره که خیلی تشکر کنیم. تشکر صمیمانه نیم و لطف کردن واقعا در این عرصه یاری گفتن. و در واقع ببین امروز احتیاج مبرم دارن و برادرایی که داخل هستند دیده در این کمک های برادرانی مقیم ایران و جاهای دیگه. خدا خیر بده اون بانی این کار را، دستشون درد نکنه واقعا که همت کردن همچی پروژه‌ای در منطقه پایجولگه لومان با حول الهی راه اندازی کردن، تلاش کردن، دوندگی هایش کردن. خدایش جا داره از اونام تشکر کنیم. از این راه دور تک تک ما دستشون رو میبوسیم و جهان سپاس از همه برادرایی که اونجا تشریف دارن و در این زمینه کمک کردن، چی کمک مالی کردن، چی کارهای اداری را انجام دادن. و از خدمت جناب علی تو این سرمای وطن و تو این محدودیت هایی که الان هست واقع شده در اون منطقه، خلاصه اینا زحمت کشیدن، قابل تقدیر و تشکر از همه برادران و از برادرانی که این جمهور حمایت کردن، لبیک گفتن اون درخواست ما را. البته ما کوچیک، همه برادران ما آقای احسانی این پیشنهاد داد، خدایش همه برادران لبیک گفتن، همه برادران خوشحال شدن. آره و این لیست تهیه شد، صحبت های اولیه انجام شد و ثمره از اون جلسات که به همین زودی ها خیلی وقت هم نمیشه، 1-2 هفته میشه، ثمره ازو یعنی می لیست تهیه شد و این مبلغ پول جمع شد که انشالله این ادامه داره. این در هفته‌های آینده ادامه داره، دوباره همین مبلغ جمع میشه انشالله. مبلغایی که جمع شد آره صرف میشه و رایی میشه در وطن که انشالله مفید واقعش نه در مصارفی که الان اونا احتیاج دارن. بله اینا هر صحبتی دارین کدوم برادر آقای احسانی، آقای بولا عزیزی بولا، آقای امانی علیزاده، شما بفرمایید. خب دوستا لیست که متوجه شدیم که آقای رحمی زحمت کشید خواندک، عزیزایی که کمک کردک دی رسا واقعا دستی درد نکنه، واقعا احساس مسئولیت کردین. جا داره تشکر کنیم از کمک که از خارج واقعا کمک منه دیگه. ما در ایران تلاش کردیم، زحمت های زیاد کشیدیم، مخصوصا آقای احسانی که آقای رحیمی واقعا در مورد خیلی زحمت میشه. هر شو که میبینی که مثلا گروه مثلا تشکیل دیده از طریق قضیه با مردم وصل هستن، با مردم صحبت های خوب داشتن تا حالا با مردم، یعنی نتیجه خوب گرفتن تا حالا تونستن مردم واقعا شوق گرفته، یعنی تلاش میکنن هر کدامش که مثلا به سهم خود یگانه کمکی کنه. خلاصه ایران
دیگه بیشتر از این توانش هم نیست. حالا مثلا در حد توان خود که مثلا در حد 2 میلیون یا هر کس که دیگه اون نهشته که مثلا مجبوری که مثلا اینقدر تو باید بیدی. هر کس ما اندازه توان خوخن تنسا کمک کنه که بازم گفتنی های دوستا که همینجا هستن دور از ما میخوای بشنوی که مثلا چی گفتنی ها اینا دارن. آقا جلال میخوای صحبت کنه در مورد امزی چی، ولی بازم یادم نره تشکر کنم از او یوتیوبرای عزیز که واقعا زحمت میکشه تلاش مونه که دمی یخی یا گفته ایران در سرما هر روز ما را فیلم میگیره از بند تلاش مونه. مثلا فکر مثلا در او وطن خیلی سختای خود داره، ولی بازم اینا تلاش مونه که از یک طریق یک پیام رسانی به همین دوستا مثلا در خارج است شریک کنه. یعنی واقعا مهم است که یک تصویر یک چیز هم با شفافیت مو انجام بده و بری و در چیگنی و دوستای عزیز که چی در گروه چی مثلا در هر جایی که است تصویر زیر که مثلا میبینن واقعا خوشحال میشن بیننده وطن هستن. ولی کوشش کنه اگه لایک یا سابسکرایب مثلا بخشی از کنه چیزی خاص نیست بخشش ولی بخشی طرف که مثلا زحمت میشه واقعا یک چیزی خیلی بزرگه. کوشش کنید مثلا همو لایک کامنت که مثلا ما متوجه شدم که شما مورین در خود فیسبوک بخش لایک میزنین تاثیرگذار بخشش نیه. در خود یوتیوب که وازمونین هم بخشی هم خود یوتیوب یک لایک دین. بعضی نماینده های عزیز که گفته بود که بیننده زیاد که مثلا یک یوتیوبی که میگیره چی رقم باید بگیره بیننده زیاد به یک فرض مثلا یک یوتیوبی که مثلا فیلم بازمونه 2000 بیننده داره. همین 2000 بیننده اگر ما بخوایم 2000 نفر فرض مثلا 1000 نفر از ما که میخوایم یک لایک مثلا دمو فیلم که بزنیم اون مو 1000 باعث از این میشه که مثلا صدها نفر دیگه بیننده زی جذب شن. و خواهش می‌کنم که شما که همین فیلمی که هر رسانه که میله شما کوشش کنید که مو لایک و کامنت در خود امروز یوتیوب بخشی امروز قرار بدین که تا طرف اون مو چیش نه اگه حمایت کنه. خوش باشین، پیروز باشین، موفق باشین، بیننده باشین. آقا جلال می‌خواد صحبت کنه. سلام و عرض ادب خدمت مردم غیور پاجلگه لومو. خیلی تشکری منم از اون نفرایی که بیرون از افغانستان سهم گرفته در کار بند و کمک کردن و تشکر از اون نفرایی که در خود بند در جاغوری در بوم کمک منن زحمت میکشن و یک تشکری خاص از یوتیوبرها از رضا جان نظری و مبارک محمدی که واقعا در یخی در سرما مورا گزارش میگیره ویدیو میگیره بلدی از مو رایینه بلدی همه مردم دنیا رایینه سهل کنه. تشکری خاص منم و انشالله که امی کار بند در خوبی و خوشی در سر برسه و باعث افتخار از مو که مو یک روز بری در جاغوری در بوم و این بند از نزدیک گوش کنی و یک جای تفریحی بلده مردم هم مشه. دیگه گفتینی خاص ندارم. انشالله که جور و صحتمند سلامت باشین. تشکر آقا جلال که صحبتای گلگلی نوربند داشتی. گلگلی جلجلی یا بلبلی ها؟ آره نوربند صحبتای قشنگ داشت. مثلا آقای ابراهیمی خیلی صحبت لوکس داشت. دیگه عزیزای دیگه که گفتنی داشته باشه آقای احسانی نظرم که دل کاکا عمره میخواد صحبت‌ها قنیم مردم کنی نه. خب سلام علیکم منیم حتما آقای احسانی صحبت نه. خب جا دارد یک دقیقه مرا میکروفون بیدی. ما میکروفون دروم؟ آره ما خبر نداریم که میکروفون در جای من. خب از خدمت جناب علی که از رضا جانم واقعا تشکر کنیم دستش درد نکنه. یعنی گرچه کالای خیلی دبل هم نموشه و یک نازک کالا در جانشه جمپر نازک در جانشه نمود دمو یقی آره کلا مولم سر نه یک احساس مسئولیت مونه که آره دستش درد نکنه. اونم جا آره خیلی زحمت میکشه گزارش روزانه پخش نه و عرض خدمت جناب علی دیگه از همه موقعیت هایی که در کار پیش موره از نظر فیزیکی اون ما را خوب قشنگ پوشش میده و چیز شریک میسازه همه را. خب دستش درد نکنه واقعا. خدا خیر بده خدا عمر بده. و آقای دیگه کی بود که مبارک محمدی خب دستش درد نکنه واقعا. خدا عمر بده واقعا دستشم درد نکنه که قضیه پوشش بده که در منطقه خودگان چی که از دی موشه درسته. عارف زردادی اوش نگدم او رو دیگه هنوز ما در رسانه اوش نگدم خدایشی فعالیت داره. بازم دستش درد نکنه. جوانا همت که امروز آره به همت جوانا انشالله کار پیش رفت نه
به همت جوانا کار به یک جای میرسه. آره پیرمرد میگه خب از ما دوره متیر شد نه، الان جوانایی که دیگه عرصه باید باشن، جوانا باید پای پیش بگذاره در همه عرصه، نه در یوتیوبر یا نه به اون رسانه، در همه عرصه باید جوانا فعال باشن و از خدمت جناب علی که تشریف داشتن، زحمت بکشن و انشالله حتما نتیجه خوبی میگیریم و همه ما امیدواریم، جوانایی که باش صحبت کردیم مشورت کردیم همه امیدوارن که این نتیجه خیلی خوبی میگیریم از این قضیه که این پروژه‌ای که ما شروع کردیم یا آغاز کردیم در تبرختو منطقه پژولگه لوما. آره بفرمایید آقای احسانی سر. خب بسم الله الرحمن الرحیم. منم به نوبه خود جا داره از تک تک خیرین چه در داخلی منطقه چه خارج از منطقه و بانه مجلسی که الان امشب ما در منزلشان تشریف داریم، آقای محسن رضایی و بانی یوتیوبر گرانقدر آقای امان علیزاده، یک تشکری خاص از زحمت‌ها و فداکاری شما و از جناب آقای رحیمی که واقعا قدم خیر داشتین، همیشه صحبت‌های خوب داشتین، از تک تک برادراز آقای علیزاده، جلال احمدی، عزیز علیزاده، عبدالرحیم یاوری، از کل دوستا تشکری خاص داریم. یک دنیا ممنون از شما. خواهش اینه که در هر عرصه دستی هم را بگیرین و انشالله که به یک آبادی و سرسبزی در وطن در منطقه ما و شما داشته باشیم. دیگه موفق و کامیاب باشین. انشالله ما بازم جلسات دیگر هم داریم، برگزار نیم انشالله تا مرحله بعدی بازم ما رو بیننده باشین از طریق چینل علیزاده. انشالله بازم هر گفتنی هایی که بقیه دوستا دارن میکروفون در خدمت چیه دیگه. ما از طرف خودم دیگه از تک تک خیرین تشکرینم. موفق و پیروز باشین. تشکر. نقل منی؟ نه بس چینی و طولانی زیاد بیده خب دوستا تشکری می‌کنم از همه عزیزا که در این برنامه تا آخرش مرسل کردک و تماشا کردک که ما چی گفتی و چی شنیدیم و خلاصه باید تشکری کنیم از او عزیزایی که در خارج زحمت بکشه. نماینده های عزیز واقعا شاهد از این هستیم که واقعا که امروز میخوایم که تشکری ویژه از اینا داشته باشیم. دوستا موفق باشین، پیروز باشین. دیگه برنامه از ما داخل میرسه، دیگه طولانی نشه، بخشیشمون خسته کن نشه. دیگه ما انشالله در 2 روز بعد یا فرض مثلا یک هفته بعد ما یک جلسه دیگه هم برگزار منی. چیزی که جمع آوری شد ما امروز او رو ارسال کردی بخیر ده همین یوتیوبر عزیز که همونجا هست به نام رضا یا نماینده عزیز که جوادیه، بخشی از ما پول ارسال کردی انشالله اونا میگیرن بخیر، بخشیشمون نشبونن منجی دیگه. تا آخر برنامه دیگه مورد دیدن خوشحال هستین. موفق پیروز باشین. خدا حافظ دیگه. خدا